اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، عزیزان سروران گران قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم شکر و سپاس میکنیم خالق منان را که فرصتی برای ما داد که در خدمت شما عزیزان باشین. دوستان عزیز، موضوع امروز ما ایمان به کتاب‌های آسمانی است. کتاب‌های آسمانی را همه ما و شما میشناسیم که خالق متعال سبحانه و تعالی مجموعه از کتاب‌ها را به خاطر هدایت بشریت نازل کردند و این کتاب‌ها، ما به این کتاب‌ها به شکل اجمالی و تفصیلی باید ایمان داشته باشیم. منظور از این است که کتاب‌هایی که به صورت تفصیلی برای ما نام گرفته شده هست و یا صحائفی که نام گرفته شده است، ما به اینا ایمان داریم. چی قرآن عظیم شان است، تورات و زبور و انجیل هست و یا هم صحیفه هایی که 104 تقریبا کتابی که بر ما دقیقاً بیان شده که 10 صحیفه برای آدم علیه السلام است، 50 صحیفه برای شیس علیه السلام است، 30 صحیفه برای ادریس علیه السلام است، 10 صحیفه برای آدم علیه السلام است. تورات و انجیل و زبور و فرقان که این کتاب های آسمانی هستند. یکی از موضوعاتی که بسیار مهم است و او را ما و شما مسلمان ها باید در نظر داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی برای قرآن عظیم شان یک مزیت یا خصوصیت خاصی داده که او خصوصیتی بود که قرآن عظیم شان معجزش حفظش از تحریف است. یعنی الله سبحانه و تعالی حفظ قرآن خودشان تضمین کردن که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و این معجزه را دیگه کتاب ها نداشتن. اگرچه کتاب های آسمانی بودن لکن معجزه شان حفظ نبود، بلکه او را الله واگذار کرده بود به مو اهل ادیان. ولی متاسفانه که اهل ادیان با گذشت زمان اشتباه کردن و دو تحریفات را آوردن. دلایلی که قرآن عظیم شان حفظ شده هست در عصر نبوت، قرآن عظیم شان در وسایل نوشتاری و همچنان قرآن عظیم شان توسط حفاظ قرآن حفظ می شد و آنچه که در زمان رسول الله صلی الله علیه و نوشته شده بود در عصر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جمع آوری شد و به شکل مجموعی این کتاب گذاشته شد و بالاخره در عصر عثمان رضی الله تعالی عنه این نسخه ها به چی شدن؟ کلشان به شکل چند کتابی که چون در عصر رسول الله صلی الله علیه و والای چیزهای مختلف نوشته شده بود، وقتی در عصر عثمان رضی الله تعالی عنه کاغذ وارد میشن و بالاخره ایره نسخه های از او میگیرن و قرآن عظیم شان تا به عصر امروزی چی است؟ دلایلش است که قرآن عظیم شان الله سبحانه تعالی حفظ کردن. اما کتاب های دیگه متاسفانه تحریف شده که تحریف از این کتاب ها که کتاب های قبلی هست در قرآن، سنت، اجماع و دلایل عقلی ثابت است که کتاب های دیگه تحریف شده است. دلایل تحریف در قرآن عظیم شان است که الله سبحانه و تعالی در آیت 75 سوره بقره میگه که افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. آیا شما اطمینان میکنین که ایمان بیاورن اهل کتاب بر شما، در حالی که یک طایفه از اونا کسانی بودن که یسمعون کلام الله، که کلام الله را میشنیدن، ثم یحرفونه، باز این کلام الله را تحریف میکردن. بناهن تحریف کتاب های قبلی در قرآن عظیم شان ثابت است.
آیت دیگه میگه که من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه. از یهودیان کسایی بودن که کلمات تورات از موضوعش انتقال میدادن و او را تحریف میکردن. آیت سومی است که و من الذین هادو سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. و آیت چهارم هم است فبما نقضهم میثاقهم لعناهم. الله میگه به اساس نقض و شکستن پیمانشان اونا رو لعنت کردیم و جعلنا قلوبهم قاسیه و قلبهای از اینا را بسیار با قساوت ساختیم. چرا؟ علتش که قلبهای از اینا قاسی شد. یحرفون الکلمه عن مواضعه. همین قسم ما احادیث داریم که ثابت میکنه که این کتاب های قبلی چی شده؟ تحریف شده. مثلا در یک حدیث شریف از عن جابر ان عمر بن الخطاب اتى رسول الله صلی الله علیه و سلم بنسخه من التورات. این حدیث است و میگه که چی است؟ عمر رضی الله تعالی عنه یک نسخه از تورات آورد. فقال یا رسول الله هذه نسخه من التورات. گفت یا رسول الله این نسخه از تورات است. فسکت فجعل یقرأ. گفت عمر رضی الله عنه امیر قرائت کرد، خوانده میرفت. و وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم و وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییر میکرد. فقال ابو بکر، میگه ابو بکر رضی الله تعالی عنه به عمر رضی الله تعالی عنه میگه که ثقلت که ثواکل اما ترى ما به وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه چری رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیبینی؟ فنظر عمر الی وجه رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه عمر رضی الله عنه وقتی به چهره رسول الله صلی الله علیه و متوجه شد دید که رنگشان بسیار تغییر کرده. فقال اعوذ بالله من غضب الله و من غضب رسوله رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه باز رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت والذی نفس محمد بیده لو بدأ لكم موسی والذی نفس محمد بیده. قسم خورد که قسم از به ذاتی که نفس ما به ید از او هست. اگر موسی علیه السلام لو بدا لكم موسی فتبعتموه و ترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر موسی علیه السلام هم بر شما ظاهر شود و شما از او پیروی بکنین و مرا ترک کنین گمراه میشین. ولو کان حیا و ادرک نبوتی لتبعنی. یعنی اگر موسی علیه السلام هم زنده می بود و نبوت مرا درک میکرد و حتما به من ایمان میآورد. به این اساس معلوم میشه که احادیثی که در اینجا آمده یه حدیثی ثابت میکنه که کتاب از اونا چی است؟ کتاب از اونا هم منسوخ است و هم تحریف شده. منسوخ به خاطر از این حکمش که حتی رسول الله هم گفت که اگر اونا می آمدن هم چی می شدن؟ موسی علیه السلام هم اگر می آمد مطابقت از ما میکرد و مطابقت از قرآن و سنت میکردن. و دلایل تحریف علمای اسلام هم به می اجماع کردن که کتاب های قبلی چی هستن؟ تحریف شده هستن. و حتی از عقل امروز اگر شما کتاب های بسیاری کتاب های بایبل که امروز در غرب مروج هست، شما عهد قدیم و عهد جدید از اینا را اگر کدام وقت بخوانین انسان با عقل خود درک میکنه و میبینه که بسیار تحریفاتی در او وجود داره، نواقص بسیار زیاد وجود داره. و ما وقتی بحث پیامبران را میگیریم باز خواد دیدیم که در کتاب های از اونا چقدر حتی در قسمت پیغمبرا اونا چی کردن؟ بیادبی کردن. در قسمت خالق متعال بیادبی کردن و بسیار چیزهای است که حتی از نگاه عقلی هم انسان او را درک میکنه که چی هستن؟ در اونا تحریفات صورت گرفته است. موضوع دیگه که سر از ما بحث باید بکنیم ایمان به انبیا هست در قرآن و سنت. و ما میفهمیم که نبی هست و رسول است و علما در قسمت فرق بین نبی و رسول میگن که رسول کسی است که شریعت جدیدی داشته باشه و مردم به او طرف از او دعوت بکنه و نبی کسی است که او شریعت قبلی را متابعت میکنه و بالایش رساله خاصی نامده. خب این مسائل زیادتر اختلافی هست والله اعلم. پس نبی و رسول است. ما به تمامی انبیا و رسول به شکل اجمالی و تفصیلی باید ایمان داشته باشیم. شکل اجمالی چی است که مجملا پیغمبران زیادی در قرآن عظیم شان ذکر شدن. مثلا شما در سوره نساء آیت 163 ببینید که این ای ایمان آورده کسانی که
اینجا الله سبحانه تعالی میگه که و رسولا قد قصصناهم علیک، بعضی از پیغمبرها هستن که قصه از اونها را بر شما بیان کردیم من قبل، و رسولا لم نقصصهم علیک، بعضی از پیامبران هستند که قصه هاش بیان نشده هست. اصلا در قرآن عظیم شان که است، در قرآن عظیم شان واقعیت هایی که از او مثلا بر ما درس هایی بود از پیغمبران را بیان کرده و بسیاری پیغمبرای دیگر بیان نکرده. پس ما به تمام این پیغمبران به شکل اجمالی ایمان داریم. او پیغمبرایی که بر ما به شکل تفصیلی ذکر شده، آدم و ابراهیم و شیس و ادریس و نوح و اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسی، عیسی، اسماعیل، یعقوب، لوط، یوسف، الیاس، الیسع، ذوالکفل، یوشع، زکریا، یحیی، هود، صالح، شعیب، اسباط و آخرین پیغمبران محمد رسول الله. این پیغمبرایی که برای ما به شکل تفصیلی ذکر شده و اونا به شکل تفصیلی ایمان داریم، و او پیغمبرایی که برای ما مجمل ذکر شده که لم نقصصهم علیک، ما با اونا هم به اساس آیات قرآن به تمام از اونا ایمان داریم که پیغمبرها شخصیت های معصوم و پاکی بودن. مشکل دیگه که در قسمت پیغمبرها هست که ایره باید ما و شما مسلمان ها زیادتر در قسمت از اون دقیق باشیم که وسطیت در قسمت پیغمبرها باید ما در نظر بگیریم و امت اسلام که است امت وسط است و در قرآن و سنت در مورد پیغمبران امو وسطیت در نظر گرفته شده است. مثلا دلایلی که اموری که مثلا ما مثلا با وسطیت هست باید ما را به سوق بیته، اولش است که ما مسلمان ها عقیده داریم امت رسول الله هم که پیغمبرها بشر بودن و پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم هم بشر هستند و در آیت 110 سوره کهف میخونیم که الله سبحانه تعالی برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امتت که انما انا بشر مثلکم، من مثل شما ور بشر هستم. پس وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بشر هست، بناهن ما با امرای بشر باید معامله یک انسان بکنیم، بنابراین او ملائکه نیست پیغمبر، و یا او مثلا بعضی کسایی که افراط میکنن که نور خالص است و انسان نیست، این افراطیت است در قسمت شخصیت پیغمبران. دومی است که وقتی چون بشر است پس مثل نصرانی ها وارد نمیکنیم که نصرانی ها مشکل شانی بود که اونا پیغمبر خدا عیسی علیه السلام چی کردن؟ در قسمت از او افراط کردن و بر از او صفت الوهیت دادن. دومی است که ما عقیده داریم که پیغمبرها از خاک خلق شدن، چون آدم علیه السلام از خاک خلق شده، از گل خلق شده. هو الذی خلقکم من طین، الله شما را خلق کردن از امو خاک. پس تمام پیغمبرها که اولاد آدم علیه السلام هستن کلشان مخلوقات خاکی هستند و همین قسم عقیده داریم که پیغمبرها غیب نمیفهمند. چون پیغمبرها غیب نمیفهمند، آیت قرآن است که الله سبحانه تعالی برای رسول الله صلی الله علیه و آله قل بگو ای پیغمبر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و آله از اینا که در آسمان ها و زمین کسی غیب نمیفهمه بغیر از الله. پس وقتی آیت قرآن صراحت داره در این راستا، پس ما ایمان داریم که پیغمبرها غیب نمیفهمیدن و حتی پیغمبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب نمیفهمید. بسیاری وقتا افراط و تفریطی که در این راستا صورت میگیرن او مخالف عقیده اسلامی هست و تمام قصه های پیغمبرها را اگر شما بخوانین و مطالعه بکنین و دقیق سرش تدبر بکنین در آیات قرآن میبینین که پیغمبرها غیب نمیفهمیدن. مثلا قصه ابراهیم علیه السلام در قرآن است، هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. یک تعداد مهمانا پیش ابراهیم علیه السلام و برشان سلام میده، فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین. شما ببینید ابراهیم علیه السلام میره به نزد اهل خود و برای مهمانای خود چی رو میره؟ گوساله چاق را پخته میکنه و او را میره برای مهمانای خود. خب اگر ابراهیم علیه السلام غیب میفهمید، پس چرا باید میفهمید که اینا پیغمبرها هستند؟ و یا اگر یعقوب علیه السلام غیب میفهمید، باید میفهمید که پسرش در مصر زنده هست. به این شکل بسیاری از قصه های ما میبینیم که چی است؟ دلالت میکنه به این که پیغمبرها غیب نمیفهمند. پس فرق است بین غیب و اخبار غیب. بسیاری کسا در اشتباه دمی قسمت داخل میشن که
فرق بین غیب و اخبار از غیب کردن نمیتونن. یکی غیب است که خود یک کسی غیب میفهمه، پیغمبرها خودشان غیب نمیفهمه، اما اخبار غیبی است که مثلا توسط وحی بر از اینا خبر داده میشه و بر ما و شما خبر داده میشه. دلیل دیگه که ما در قسمت پیغمبرها باید افراط و تفریط نکنیم این است که خود نبوت و رسالت کسی اختیار الهی هست. الله اعلم حیث یجعل رسالته. الله بهتر میفهمه که رسالت خود در کجا میگذاره. پس ما آنچه که از جانب الله هست بر از او ما قناعت داریم و به این هم عقیده داریم که هر امت پیغمبر داشته هست. الله سبحانه و تعالی میگه ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. دیگه چیزی که هست ما این عقیده را هم داریم که الله سبحانه و تعالی ذات رحمان و رحیم است و الله سبحانه و تعالی تا وقتی که پیغمبری را یا رسول یا نبی را یا کسی که دعوت بکنه مردم به طرف حق اونا را تعذیب نمیکنه. الله میگه و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. دیگه موضوعی که هست که وسطیت امت اسلام نشان میده این است که واقعات زندگی پیغمبرها که است این باید به شکل توقیفی باید بدانیم. بعضی کسایی که افراط میکنن شما ببینین حتی بعضی از مسلمان ها هم افراط میکنن و بیادبی میکنن و بعضی اوقات در قسمت پیغمبرها تفریط میکنن، متاثر میشن به اعتقادات یهود و نصارا. یهودی ها بسیار افراط کردن، بیادبی کردن و نصرانی ها بسیار افراط کردن، پیغمبر خدا از حد بشریت کشیدن، بردن بر از او صفت الوهیت دادن. ما مسلمان ها چی عادت داریم؟ ما مسلمان ها مکلفیت داریم که نه افراط بکنیم نه تفریط بکنیم و در قسمت قصه های پیغمبرها وقتی که درباره یک قصه پیغمبر میریم ای الله بر ما میگه که تلک من انباء الغیب، ای از چیز؟ از قصه های غیب است. نوحیها الیک، ای بر تو وحی میشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این ما حق نداریم که در مورد یک پیغمبر چی کنیم؟ از دل خود سخن بزنیم و یا مثلا بر از او پیغمبر بگوییم که این پیغمبر قصهش این چنین است و آن چنین است. چرا پیغمبرها که هستن اونا واقعیت های زندگی از اونا مربوط به غیب میشه. بعضی کتاب ها هست مثلا درباره موسی علیه السلام و قصه موسی علیه السلام و بعض گپای را نسبت میتن برای پیغمبرها که این اما عصمت پیغمبرها را و پاکی پیغمبرها را اونا را باز مورد سوال قرار میده و عقیده درست اسلامی همی است که باید وسطیت در این قسمت مراعات بکنیم. دیگه از وسطیت امت اسلامی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما توصیه کرده که ما مدحگویی افراطی نکنیم، به اندازه مدح که بالاخره صفات الله را برای یک پیغمبر بتیم. الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و میگه لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، شما مرا بسیار توصیف و مدح نکنین مثل که نصرانی ها عیسی پسر مریم کردن. انما انا عبد فقولوا عبد الله و رسول، ما بنده هستم بگوین که عبدالله و رسولش. خب دیگه افراط و تفریط امتهای قبلی در مورد انبیا و رسول چی بود؟ اونا مشکلشان این بود که چی کردن؟ بعض اوقات در قسمت پیغمبرها یا افراط کردن و یا هم تفریط کردن. یک افراطشان مثلا این شد که مثلا عزیر یا عیسی پسر مسیح ابن الله گفتن. پس این افراط است که اونا را از انسانیت کشیدن و اونا را شریک در الوهیت الله ساختن و شرک در ذات الله آوردن. بعضی اوقات وسیله تقرب می سازن پیغمبرها را. این هم یکی از مشکلی است که پیغمبرها را چی میکنن؟ میرن قبرهایشان و یا مجسمه هایشان. مثلا یک مجسمه را ساختن به نام مجسمه دروغی است از عیسی مسیح علیه السلام، یا مثلا مجسمه ابراهیم و اسماعیل در داخل کعبه گذاشته بودن و پیش از اونا میرفتن پیش از این مجسمه از اونا و اینا را بین خود و بین خالق چی میکردن؟ واسطه میساختن. اینی عادات مشرکین بود. بعضی اوقات مثلا افراد دی میشه که پرستش میکنن قبرهای پیغمبرها را. عن عایشه عن النبی صلی الله علیه و سلم، ام المؤمنین عایشه صدیقه میگه که از نبی صلی الله علیه و سلم شنیدم قال فی مرضه الذی مات فیه، گفت اون مرضی که رسول الله صلی الله علیه و وفات کردن چی گفتن؟ گفت لعن الله الیهود و النصارى، الله لعنت کرده یهود و نصارا را. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اینا قبرهای پیغمبرهای خدا سجدگاه ساختن. پس
چی که شد؟ از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مردم گفتن که شما افراط نکنین که قبر مرا سجده بکنین، مرا اما صفات الوهیت برای ما بتین، بلکه لعنت الله سر یهود و نصارا به می خاطر شد. و بعضی اوقات هم اونا تفرید در شأن پیغمبرا میکردن. شما اگر صفحات بایبل بخورین ببینید که در قسمت پیغمبر و در قسمت پیغمبرا بسیار بی‌ادبی کردن و در کتاب تورات و در کتاب بایبل از اونا برای پیغمبرا صفات زشت را متهم به زنا کردن، متهم به شراب نوشی کردن، متهم به کارهایی کردن که یعنی در زبان انسان جور نمیه و این بی‌ادبی ها را انسان مؤمن باید در قسمت پیغمبرا نهایت ادب در نظر بگیره. و موضوع دیگه که در این قسمت بسیار مهم است مسئله ختم النبوت است، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم با نص صریح قرآن بیان شده که آخری پیغمبرها هست. در سوره الاحزاب آیت 40 میخوانیم که رسول الله سبحانه و تعالی میگه که ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول الله صلی پدر یکی از شما نبود، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، رسول الله صلی خاتم و آخر پیغمبرها هست. پس علامه ابن کثیر میگه که این آیت شریف نص است در این که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ نبی نیست. وقتی که نبی نباشد پس رسول به طریق اولا نیست، زیرا مقام رسالت نسبت به نبوت خاص‌تر است، زیرا هر رسول نبی هست و برعکس نمی شود. و دلیلی که از سنت یا از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم این هست که عن ابی هریره رضی الله تعالی عنه حدیث صحیح البخاری است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی که مثل رجل بنا بیتا، رسول الله صلی الله علیه و مثال من با مثال دیگه پیغمبر مثل یک شخصی که یک خانه را جور کرده باشه فاحسنه و اجمله، پس خوب جور کرده و خوب زیبا ساخته، الا یک جایش مانده موضع لبنه من زاویه، در یک کنج از او به اندازه یک خشت باقی مانده، فجعل الناس یطوفون به، مردم این خانه را سیل میکنن و یعجبون له و تعجب میکنن و یقولون هلا وضعت هذه اللبنه، میگه این چرا همین خشت هم گذاشته نشده، چون اینجا جای خالی است. قال فانا اللبنه و انا خاتم النبیین، رسول الله میگه من امو آخرین خشت هستم در تعمیری که پیغمبرها او را تکمیل کردن، یعنی آخرین خشت من هستم، یعنی آخرین پیغمبرها هستم و انا خاتم النبیین. و به این اساس ما عقیده داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم آخر نبیین است و کسانی که مخالف عقیده ختم نبوت عقیده دارن و یا عقیده دارن مثل قادیانی ها و احمدی ها واره که اونا میگن غلام محمد قادیانی آخری پیغمبر دیگه هست که باز آمده هست، و یا مثلا گروه های دیگه هستن که اشخاص دیگه را پیغمبر اطلاق میکنن یا نبی بر از او میگن، اونا فرقه های گمراه هستن، چرا که از نص صریح قرآن و از نص صریح احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله کار میکنن و این سبب کفرشان میشه. دوستان عزیز، این بود برنامه امروزی ما که خدمت شما تقدیم کردیم. تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، شما را به خالق یکتا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار، ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى، قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار، ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك